مغز اندر مغزی آثار میر سید علی همدانی را وصف انسان، بلند برداشتن منزلت و مرتبه او، حمایه منفیت حیاتی وی، تأکید مقام اجتماعی و سیاسی هر فرد، احترام زن مادر، تکمیل و تقویت سنت‌های فلسفی و عرفانی خودشناسی و خودآگاهی، راه و طریقه های تربیه اخلاقی تشکیل می دهند. امام علی رحمان. اگر گذارتان به شهری باستانی کلوب افتد و از جاهای دیدنی باب آن پرسان شوید، خرد و کلان حتما شما را با آرامگاه میر سید علی همدانی و با برای ساکنان اینجا حضرت امیر جان راهنمون میکنند. باید گفت که پس از صاحب استقلالی تاجیکستان اسم بسیار از پهلوهای کارنامه این شخصیت واقعا هم شناخته عالم عرفان، فیلسوف و دانشمند توانا به طور گسترده معرفی گردید. اصلا کیست میر سید علی همدانی؟ میر سید علی همدانی پیش از همه یک انسان کامل، یک شخصیتی بسیار با فرهنگ و با فضل است که برای رشد و نموی ادبیات، فرهنگ و عموماً علوم نه تنها زمان خدمت کرد، بلکه اون آفریده هاش توانستند که امروز هم به نفع جامعه، به نفع انسانیت خدمت بکنند. با رتبه قطب العارفین، یعنی قطب عارفان، قطب دور بودند. اینها در حقیقت مبلغان فرهنگی اسلامی راستین بودند. یک شخصیتی خیلی معروف و مشهوری عالم اسلام است، خصوصا فارسی زبانان و عربی زبان ها. از نگاه بندم، از نگاه بسیار علمایی که با تحقیق آثار میر سید علی همدانی مشغولند در هندوستان، پاکستان، ایران، میر سید علی همدانی یک شخصیت شریف گذشته است، یک علامه مشرق زمین است که تمام عمر خود را به آموزش، به تعلیم و تدریس صرف کرده است. نام پرش میر سید ابن شهاب الدین محمدی همدانی و از نامش هم پیداست که زاده شهر همدانی ایران امروزه است. در این باره خودش نیز در پاره شعری ذکر میکنند. پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایت علی که از همدانم، نزان همدانم که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همدانم. میگویند که از خردسالی میل به تعلیم و تحصیل داشت و این است که الکی تخمینا تا 12 سالگی با آموزش علم‌های زمانه‌اش مشغول بود. و فراگیری علم‌ها بسیار شوق و رغبت داشتند. بیش از این که دیگر کودک‌های دیگر با بازی و سرگرمی‌ها بپردازند، زیاد به سمت فراگیری علم‌های زمانه خود مشغول می‌شدند. استاد اساسیشان هم در حقیقت برادری مادرشان. موافق سرچشمه‌های تاریخی و نقل روایت‌ها، علی همدانی تنها بعد از 12 سالگی روی به تصوف می‌آورد. بخصوص طبق نوشته یکی از شاگردانش جعفری بدخشی که یک گفته استادش را به خاطر می‌آورد. و چون به سن 12 رسیدم و در حال استادی متقی نظر کردم، دیدم که در خلوتخانه می رود، در صبح رواح و سر می جنباند. پس از استاد التماس کردم که مرا نیز این ذکر تعلیم بده. اجابت نمود. از خلاصت اون مناقب. در مورد این گردش زندگی نامه میر سید علی همدانی من اونقدر اختلاف نظر وجود ندارد. درست است که در سن 12 سالگی، یعنی تا سن 12 سالگی نزد تقایش قرآن را حفظ کرد. بعداً تا سن 18 سالگی با توصیه تقایش به نزد 2 نفر از دانشمندان بزرگ زمان، تقی‌الدین علی دوسی و محمود مزدقانی، برای ادامه تحصیل رفت.
فقط گردش یعنی آغاز سلوک علی همدانی از نزد محمود مزدقانی شروع شده است، یعنی از 18 سالگی. نکته دیگری روزگار میرسید علی همدانی این سفرهای زیادی اوست. محققان برانند که این سفرها نه بهر دلخوشی بلکه برای آموختن و آموزانیدن بودند. در یک از رساله خود دایر به سفرهایش چنین گفته است: 3 بار از مشرق تا مغرب سفر کردم و هر بار که به شهر یا ولایتی رسیدم رسم و عادت اهل آن موضع به طریق دیگر دیدم. همون اشتیاق برای فراگیری علم ها اساسی سفرهای اون کس شده است. استادای بسیار بزرگی داشتند و همچنین شاگردانی برجسته در علمی اخلاق و عرفان. و هر جایی که می رفت این شخصیت از همون شخصیت های بزرگی عرفانی و اهل تصوف و اهل علم می رفت نزد اونها برخوردار می شد و از با اونها صحبت انجام می داد که دیگران از صحبت و این مرحوم از صحبت دیگران بهره‌مند می شد و در نتیجه کتابی به نام اوراد فتحیه تألیف میکند. پیوسته مثلا در سفر دوری ها دور، رنج ریاضت هایی که مثلا از خاندان عزیز، از یار و دوست و پیوند وطن دور بودن، یک روز اگر به بیرون می رویم پزمان یار و برادر می شویم. میر سید علی همدانی بیش از 30 سال حیات پربرکاتشون در سفر گذراندن و همین سفر کردن ها اصلا اونجا اسباب زیاد ذکر می شود. محققان مثلا اندیشه های زیاد گفتند، لیکن با گمان غالب اصلا اینجا این است که علی همدانی اصلا با مقصد دور بودن از همون فتنه های امیر تیموری به سفر برآمد. دیگر اینکه با دعای پیرش محمود مزدقانی به مقصد رسید: ای علی رو نظر کنز سر صدق صفا که به جای نرسد به نظر پیر مرید. و سیوم اینکه یعنی که دعای پیر از این عبارت بود که مضمون و محتوای دعای پیر این بود که برو بیاموز و بیاموزان، یعنی اون چیزی که از ما نآموختی از دیگران بیاموز و اون چیزی که ما به تو توانسته باشه مگر آموزانیده به دیگران بیاموزان. و دیگر اینکه سفر کردن اومن در تصوف رکن است، یک رکن از ارکان است. حضرت سعدی باید بیاره میگد که بسیار سفر باید تا پخته شود خام، صوفی نشود صوفی تا در نکشد جامه. یعنی که او صوفی باید در بکشد، او باید که مثلا همون جام حقیقت مثلا بکشد. در هر جا که می رفتند از سخن از آداب و فرهنگ و اخلاق دینی و می آوردند و در نتیجه یک شخصیتی اخلاق عرفانی به عالم معرفی شدند. در مدت همه سفرش در همراه خود بیشتر از 100 در بعض جاها تا 300 500 تا 700 مرید را همراه می برده است. مسلم است که یک پهلوی جالب روزگار و فعالیت میر سید علی همدانی تألیف اثرهای زیادی از جانب اوست. چون دانشمند توانا و فیلسوفی زبردست توانسته از قریب به همه موضوعات دخل کند و محققان شماره اثرهایش را گوناگون نامبر میکنند. در اینجا اختلاف نظر است. بعضی از علما میگویند که زیاده از 90 رساله و کتاب‌های علمی از این شخصیت باقی ماندگی است، لیکن متاسفانه در تاجیکستان همگی در اکادمی علمی جمهوری تاجیکستان 45 اثر علمی این شخصیت وجود دارد. حالا بسیاری از این کتاب‌هایی که هست متاسفانه بسیاری از اینا به نشر نرسیده است یا به خط کریلی برگردانیده نشده است تا اینکه اکثریت مردم از آثارهای علمی این شخصیت استفاده ببرند. بیش از 140 کتاب نوشته است.
کتاب‌های بزرگش مانند ذخیرة الملوک، ذخیره برای پادشاهان، سر تا سر پند اخلاق است. مکارم اخلاق، سر ترغیب ایده های مسائل اخلاقی است. منهاج العارفین، راه عارفان، سر تا سر در توسط تلویزیون تشریح می شود. انسان را مخصوصا نسل جوانان را برای راست هدایت می کنند. آداب المشایخ، انوار النقطه، چند کتابایی که اصلا من میتونم نامبر کنم که کتاب‌ها سر تا سر پندنامه اینجا ما تیار کردیم با نام جلد در دو جلد آثار بزرگوار امسال تیار کردیم. گنج عرفانی میرسعید علی همدانی، اینا دسترس شود من عالمان، دانش آموزان، حتی جایی است که کتاب‌هایی دارد که بسیار عادی، ساده و بسیار عامیانه نوشته برای مخصوصا برای نسل‌های جوانان. رساله های دارد میرسعید علی همدانی در موضوع های گوناگون. حتی من وقتی که دیدم شرح فصوص الحکم تألیفی محی الدین عربی، اساسگذار عرفان نظری در اسلام محی الدین عربی هست. شرح کتابی دارد با نام فصوص الحکم درباره عرفان نظری و عالمان و اندیشمندان بسیار بزرگ در این زمینه تحقیق کردند و شرح نوشته‌اند. یکی از کسانی که به این کتاب بسیار موضوع پیچیده و دشواری هست عرفان نظری و میرسعید علی همدانی شرح بر کتاب فصوص الحکم هم داشته است. رساله در باره مفردات و کلمه های هرخیله عرفانی که در غزلیات حافظ استفاده می شود داشتند، یعنی مراداتی غزلیات حافظ همچون عنوان دارد. آنچه که از الفاظ غزلیات حافظ فهمیده می شود و چگونه باید فهمیده شود رساله تألیف کردند. علی همدانی در ادبیات خدمت‌های بسیار ارزنده دارد. 41 غزل و 9 رباعی دارد. عموما اگر ما به ادبیات نگاه کنیم، مولانا هم گفتگی بود که من شاعر نیستم. دیگر بزرگان هم مثلا کسی دعوای شاعری نکرده است. لیکن مولانا مثلا بیش از 30,000 بیت آفرید، یا حضرت فردوسی مثلا 60,000 بیت. کم سری میراد که ایشون اصلا منظورشون یا که هدفشون آفرینش شعر بیت نبود، فقط با مقصد افشای عقیدهشون، با مقصد بیان اندیشهشون چارچوبه نثر که مثلا تنگی میکرد و قول عینی با نظم میگذشتن، یا که از نظم جایی که کوتاهی میکرد با نثر میگذشتن. اگر همین ذخیرة الملوک ببینیم مثلا هم نثری است هم نظمی. طمع از دل دور کن تا خار نگردی، کار امروز به فردا مگذار تا به حسرت نیفت. خودخواه مباش اگر دولت خواهی، کار به اندیشه کن تا زیان نکنی. در تنگی ها صبر کن تا فرح یابی. قناعت کن اگر توانگری خواهی. رهبر طلب اگر راه روی. فروتنی کن تا به بزرگی رسی. میگویند که میرسعید علی همدانی طبق روایت‌ها تا حد عالم توانای زمان بود که اکثر او را غیبدان میگفتند و جهت حل مسائل زیاد با عالمان کشورهای گوناگون در بحث شرکت کرده غالب میبرآمد. اون کس با علوم غریبه هم استاد بود، مهارت داشت. کتاب هم در علوم غریبه یعنی علم‌های طلسمات و سحر نوشتند و اساساً این اقدام عالمان مسلمان مخصوصاً میرسعید علی همدانی برای خنثی کردن و پیشگیری کردن از عملهای زیانبار سحر جادو بوده است
و اینها به همین خاطر ضرورت فراگیری این علم را برای خود دیدند و در این زمینه تحقیق و تألیف نمودند. از کرامت‌های این شخصیت خیلی نقل‌های دهنکی زیاد است در بین مردم. حتی میگویند که بعد از اون که شوروی اومد و دیگر و میخواستن اون سنگ رو ببرند و یک زمین لرزه با وجود آمد و نتوانستند ببرند، حتی سعی و تلاش و کوشش هم کردن، یک طرفی اون سنگ هم کف هم رفتگی است یا جدا شدگی است، باز در جاش کلی کردن و یا که شریش کردند و ماندند. روایت های زیادی هست. حتی از کرامت‌هایش نقل میکنند که بعد از اون که امیر تیمور هجوم میکند به سرزمین ایران و بسیار شهرهای پیشرفته و همدان و شیراز و دیگر جا رو، خیلی شهرهای پیشرفته و ترقی کرده بود که به خاک یکسان میکند. از اونجا ترک اونجا میکند و میآید به کشمیری فعلا که به دو قسمت تقسیم شدگی است، بین پاکستان و بین هندوستان. مردم اونجا مردم آتش پرست بودند، بت پرست بودند و علم و سحر، یعنی تو حال با ما میگن که سحر کشمیر، یعنی سحر به درجه اولیش در اونجا اوج گرفته بود و در اونجا یک ساحری خیلی مشهور هم بود که مردم رو مسخر کرده بود و بسیار سوی استفاده از روح و روان و عقیده مردم سوی استفاده میکرد. حالا این شخصیت بزرگ وقتی که اونجا میرود با اون بحث علمی میکند و در تمام بحث‌های علمی مغلوب میشود اون ساحر. متفکر بزرگ میرسید علی همدانی بعد از خط ارشاد گرفتن سفرهای زیادی میکنند. وقتی که به ملک هندوستان میرسد و در شهر کشمیر، در یکی از مضافات های شهر کشمیر، با گروه عالمان آنجا در حلقه می نشینند و بحث شروع می شد. در مردم هندو آریایی همین گونه یک عادتی بود. اگر یک عالم، یک دانشمند با یک دعوای نزد آنها می آمد، آنها در حلقه بحث می نشستند و اگر در این بحث اون عالم دست بالا شود، همه اون عالمان به عقیده او می گروند، یعنی قبول می کنند و بحث بسیار دامنه‌داری می شود تا به حدی که طرفین برابر در دانشمندی یک خیلند. خلاص بیگاه می شود و عینی به اصطلاح گاوگون و وقتی که پاده آمده ایستاده است و عالمان هند میگن که انا این گاوی که می آید تاریخ اون گاو را میگویند و این گاو حامله دار است و اون گوساله که در بطن او است همین خیلی یک گوساله است و پیشانش سفید است میگویند عالمان هند. حضرت میرسید علی همدانی میگویند که همه چیزهایی که گفته درست است به استثنای یک چیز. پیشانه اون گوساله سفید نیست بلکه نوک دومش سفید است، ولی در بطن مادر همین گونه خوابیده است که دومش تاب خورده و در روی پیشانهش قرار گرفته است. برای همین شما پیشانه او را سفید دیدید. عالمان هند راضی نمی شوند و خلاص کار تا به جای می رسد که آن گاو را می کشند و گوساله را می بینند که در حقیقت گوساله طرز خوابیده است که دومش تاب خورده و نوک پیشانش آمده است و نوک دوم سفید است ولی پیشانه نیه و بالای پیشانش خوابیده است دومش. اکنون برمیگردیم به سری آن که چطور این علامه زمان به سرزمین امروزی تاجیکستان مهر بست و حتی پس از وفات آرامگاه شهر کوراب انتخاب گردید. در این مورد نیز اندیشه‌های جالب خیلی زیادند. چند سبب دارد.
سبب های در بالا گفتیم من توسعه استادان با فرض کردیم من ناآرامی وضع زمان دوره امیر تیمور بود. شما میدونید از طریقی در همدان در مکانی که علی همدانی زندگی میکرد از کله آدمان مناره ساخته بود. این چیزها هم وضع آرامی زمان هم به این کس تاثیر رسانده بود و اون کس با سببای به کلاه اومدنش یکی از سببای بسیار داد. یکی از سببش هم که اون وقتا کلاه خط زمین رو در تاریخ با نام دارالامان ذکر میکردند. خانه امنیت، مکان امنیت. وقتی که با مکان امنیت میاد واقعا در اینجا آب رو اعتباری پیدا میکند که بسیار رو خوش میاد این مکان. آب باد هوای خلق اطوار این مکان و گفتم این آدمان این مکان و در دارالامان چند مدت به قبل 7 سال زندگی میکنند. شمسین احمد همون روایتی که در خلاصة المناقب نورالدین جعفری بدخشی نقل میکند که اثنای در کلاب زیارت زندگی کردن علی همدانی جد بزرگش یعنی باباش حضرت محمد علیه السلام به خواب میبیند و حضرت محمد وصیت میکند که یا علی تو در کجایی که از دنیا گذشتی باید جسد تو را به کلاب بیارن و این اجرای همون وصیت پیامبر بود. شمسین احمد همین فکت همین عقیده را اولش میارد. این یک گویم که فرضیه است. فرضیه دوم وقتی که سال 1386 یا بعضا میگن 1384 در همون نزدیکی کبرسواد از دنیا میگذرند، در اونجا بین حاکمان محل و شاگردان بحث و تلاش ها میشود که موافقه وصیتش باید به کلاه بیاد، ولی حاکمان همون محل باشن کوشش میکنن که در همونجا دفن کرده شود و در نتیجه چقدر قوام الدین بدخشی وقتی که مثلا میگذارد کسی تابوت رو برداشته میتواند، همون کس مثلا میگیم میتواند که در جای خود دفن کنند و تنها قوام الدین بدخشی این را میبردارد تابوت رو و این تابوت یعنی به شهر کلاب آورده میشود. امروز آرامگاه میر سید علی همدانی واقعا هم در یکی از جایهای دیدنی باب شهر کلاب است. به سبب نیست که هر نفر مهمان شهر کلاب میگردد حتما زیارت این مکان را میکند. البته یکی به خاطر زیارت، دومی به خاطر تماشا، دیگری به خاطر پرنمودن معلومات به اینجا میآیند و حتما از این تماشا طبعشان بریده میگردد. در این میان سفر عالمی مشهور پاکستانی شمس‌الدین احمد بسا جالب است. شمس‌الدین احمد وقتی که به مسکو میآید میگوید که من در دوشنبه یک کار دارم. وقتی که میگوید من در دوشنبه کار دارم، مثلا همون هیئت مسکوگی با او راضی میشن. شمس‌الدین احمد به دوشنبه میآید. این سخنان را من از زبان سابق رئیس شهر کلاب عایشه سرور و شنیده بودم، از زبان اون کس مرحوم عایشه سرور و امروز نقل کرده استم. وقتی که میگد اون کس بعد شنبه میآید میگد که من باید به کلاب روم. تا این زمان نگفته است که من چی مقصد دارم. میگه در کلاب یک خویش من است، من اون رفته باید که ببینم، زیارت کنم. این قدر فرصت شده است و فرودگاه کلاب اصلا در قسمت شمال و شرقی شهر جایگیر بوده است. وقتی که سمالیات همون میگه از دوشنبه پرواز میکنه طیاره و در فرودگاه مینشیند، اینجا رئیس شهر و دیگران لکه موظف میشن که یک مهمان خارجی کلاب اومده ایستاده است، نامعلوم که کی است، اما خویش تبارش باید رفته زیارت کنه. و شمس‌الدین احمد وقتی که از همون طیاره میفراید به پایان، اینا آدمای همون شخصیتایی که پیشواز رفتن، مثلا عایشه سرور و مرحوم ناظم برات استاد دانشگاه دولتی کلاب بودن، چندین نفرها مثلا ایشون ذکر کردن که وقتی که از طیاره فرود شد کفشاش از پشت بیرون کرد، اونجا حدود یک 3 کیلومتر دورتر است. اشکریزان بعد سلام با ما اشکریزان جانب آرامگاه رهسپار شد، آمد اینجا را زیارت کرد. مثلا با وجودی اون عکس‌های همون دوره هست در بایگانی آثارخانه ما، با وجودی اون که آثار همون آرامگاه در حالت خوب قرار نداشت
زیارت کرد و یک کف خاک از اینجا به پاکستان برد. همین تأثیراتی چند ساعت سفرش در باره علی همدانی شمس‌الدین احمد یک رساله کلان حجم 900 صفحه نوشته است. و در همونجا یک دو فکت جالب است. یکی آنه که چرا علی همدانی را در کلاب به خاک سپاریدن و دویم همین که ذکر میکند که با سبب یک کف خاکی که من از آرامگاه میر سید علی همدانی به پاکستان بردم، خانه شمس‌الدین احمد به مزار میر سید علی همدانی تبدیل یافت. اونقدر اخلاصمندا به زیارت می آمدن، اونقدر توجه داشتن که این خاک از همون تربت از نزد تربت علی همدانی است. اصلا به طور خیلی خوشنمودی امروزه بنا یافتن آرامگاه میر سید علی همدانی در زمان صاحب استقلالی انیخترش در عرفه جشنگیری 680 سالگی این شخصیت معروف آغاز گردید. هرچند از زمان دفن میر سید علی همدانی و پیوندانش تا امروز مردم این مکان را همچون زیارتگاه نگاه داشته ترمیم هم میکردند. گپ سری که امروز بیننده عزیز من تماشابین زائری که به این جمعیت یک به اختیار همین 4 مصرع در زبانش جاری میگردن، من فکر میکنم که خوش منزلی با صفا سینجا، خوش جای فرح فضا سینجا، زافات زمانه دور بادا، حقا نظر خدا سینجا. فکر میکند که همین آبادی همین شکوفایی مثلا بود نه، محض با به دست آوردن استقلالت دولتی ما توانستیم که حفاظت از ارزش‌های والای فرهنگی و تاریخی ما میکنیم. مقبره‌ای که امروز پابرجاست و مردم زیارت میکنن، این شکلی اصلا شکلی هشتمی تغییریابی آرامگاه است. اولین بینایی که ساخته شده است طبق معلومات باستانشناسان همون 4 دیواری بالای قبر علی همدانی است. این اصلا از ابتدای عصر 15 علاقه ساخته میشد تا عموما عصرهای ابتدای عصر 20 همین ساختمان های زیاد بودن در گرد اطراف این مقبره است. از لای گیل ساختگی خانه های زیاد بودن که در نتیجه وقتی کارهای ترمیمی و برقرارشوی در اینجا برده شدند، این چیزهای زیادتی از اونجا یعنی که گرفته شدند. و یک چیز دیگر باز از آن شهادت میدهد که در حقیقت در مدتی چطوری گفتیم زیاده از 600 سال در گرد اطراف اون خیلی قبرستان بزرگی به وجود آمده بود که از روی حسابی که ما کردیم 4 قبر در اونجا قبرها دفن شدگی هستند در تمام حدود همین محله. و بسیار حادثه ها بعضا مثلا میگیریم جایهای حتی یافتن که با سبب های نامعلوم مثلا میگیم خیلی آدمان زیاد در یک قبر دفن گردیدند. و البته همه این از یک جهت شهادت میدهد از اون که مثلا میگیم اعتقاد مردم به این درگاه، به این جای مقدس که هر یکی میخواست که آخرت خود را مثلا در همین جای بردیم و همچون مقدسات اعتراف گردیدن این منزل و مکان. در دوره 680 سالگی یعنی که اکو ما تعمیر آخرتر در نظر بگیرم، دوره 680 سالگی اینجا یک میدان چیلانزار بود، یک جنگل بود، انبوه بود. مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان صحن آرامگاه وسیع شد، کشاد شد، تازه گردید. در دوره 2700 سالگی کلاب قسمت‌های بالاپوش یعنی بالاپوش گنبدهای آرامگاه علی همدانی طلاکاری شدند. و اینک در دوره 700 سالگی مثلا چخلی گفتیم هم با جلب سرمایه‌داران صاحبکاران وطنی و هم با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مثلا امروزها در صحن آرامگاه آثارخانه کارهای آبادانی تازگی رفته ایستادن و اطمینان کامل داریم که مثلا این کارها بعد جشن هم ادامه می‌یابند و می‌توانیم که مثلا برای نسل‌های آیندهمان نسل امروز چیز به یادگار بگذارد. جهت دیگر آن است که اخلاص و مهر و محبت مردم تاجیک و تاجیکستانیان به میر سید علی همدانی زیاد است. اگر نفر در شهر کولاب و ناحیه‌های اطراف آن به کار راستی خود را اثبات کردنی باشد، با نام حضرت امیر جان قسم یاد می‌کند. پیر و برنا
پیر و برنامه اونقدر مهری صمیمی دارن. حتی کودکان خیلی خردسالم بین خود قسم میخورند و با نام بابا قسم میخورند، به نام حضرت امیرجان گویان قسم یاد میکنن که من در فلان کار این بودم. که اینم یک بسیار نشان دهنده خوب است، یعنی که اینقدر معروفیت دارن. البته اینو مثلا از نگاهی واقعی یا که از نگاهی علمی اسلام اگر بهاگذاری کنیم، اما اصلا این عمل خرافات است، نادرست است. قسم خوردن مثلا به غیر خدا یا که چیز، ولیکن اینجا یک محبت است، صمیمیت است. مثلا نفران زیاده به اینجا به زیارت میآیند، در طول مثلا نفرانی که هستن که یک همون اظهار محبت شونه مثلا یا صمیمیت شونه با دعا، یعنی با فاتحه اظهار میکنن. نفرانی هستن که آمده اینجا مثلا مبلغ صرف میکنن، آباد میکنن. مرتبه شون در خراسان و ماوراءالنهر و هندوستان و حتی تا چین در قاشقر و در شینگان، سینزنی که امروز میگوین اصلا شینگان است، همون برزو هم شینگانی است، برزوی شینگانی است. تا همون جاها مریدانی زیاده داشتند و بسیار مریدانی خوبی از بدخشان خودمان داشتند، حیدر بدخشی، جعفر بدخشی، که این مریدانی بسیار وفاداری حضرت میر سید علی همدانی بودند. و دیگر اینکه علی همدانی پیوندگری نسل ها بود. با وجود آنه که این مرد فاضل در همدان تولد شده است 1314، با وجود آنه که در مضافات کنرای افغانستان 1386 وفات کرده است، ولی امروز این مرد بزرگ محبوب مردم تاجیک است، این مرد بزرگ محبوب مردم کشمیر است، این مرد بزرگ محبوب مردم پاکستان است. در امریکا در یک سفرها همین خیلی وقتی که چارلز ستار یکی از نویسنده های انگلیس می نویسد، در کتابخانه های کلانترین دنیا از جمله امریکا کتاب های این مرد فاضل امروز دسترس هم. مثلا در کتابخانه کپیتالی که یکی از کتابخانه های کلانترین دنیا است، چارلز ستار میگه که در اونجا آثار علی همدانی است. و یکی از سفرها که بنده در اونجا داشتم، من پیگیری همین مطلب شدم و در واقع 9 رساله میر سید علی همدانی در کتابخانه کپیتالی دست یافتم که در اونجا روی خطشون بود هست. پیوندگری نسل ها به خاطر آنه که چون علی همدانی به کلاه می آید، مثلا از بین 700 نفر مرید خواجه اسحاق ختلانی را به دامادی میپذیرد. این یک فقط دامادی یا که یک قصدی تزویج نبود. علی همدانی نهایت دوراندیشانه عمل میکند، یعنی بدین وسیله او رشته مودت، رشته دوستی و محبتی بین کولاب و همدان میگذارد، یعنی خشت اولی همون برادر شهری را میگذارد. امروز نام میر سید علی همدانی آثاری به زوالش واقعا هم پیوندگری آدمان و کشورها گشتند. گذشته از این با افتخار این ابرمرد ناحیه در تاجیکستان نامگذاری شده است و عکس او را با چند مصرع جاودانه‌اش در یک از مقدسات ملی، پل ملی واحدی 10 سامانی جای دادند. به شهر کولاب جهت تماشا و زیارت آرامگاهش همه روز اخلاصمندان از گوشه کنار عالم میآیند و از احوال آثاری و اطلاعی بیشتری پیدا میکنند. به عبارت دیگر این سالار عجم توانی است در ادبیات و فلسفه و حکمت بیش از 1000 ساله تاجیک و فارس مفخر استوار خود را پیدا کند و خود گفته است که هر کی ما را یاد کرد ایزید مرو را یار باد، هر کی ما را خوار کرد از عمر برخوردار باد، هر کی اندر راه ما خار فگند از دشمنی، هر گل
که از باغ وصلش بشکفد بیخار باد. در دو عالم نیست ما را با کسی گردی غبار، هر کی ما را رنجه دارد راحتش بسیار.